الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صلوات غرائن بفرمایید. خدای قادر سبحان کریم منان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق ایزدی رو نصیب بنده حقیر و همراهانم فرمود تا در جمع گرم و پویا و صمیمی شما مردم مؤمن و متعهد و مخلص منطقه خاف روستای حسین آباد و کاریون شرف حضور پیدا کنیم. امید است که خدای سبحان این نشست رو به بارگاه خودش قبول بفرماید. من تبریک و تهنیت عرض می کنم. ابتدا این مجلس فرخنده و خجسته رو خدمت برادر بزرگوار جوان شایسته و برومند ما جناب آقای عبدالاحد رسولی و خدمت خانواده محترمشون پدر بزرگوارشون آقای احمد رسولی و همچنین خدمت خانواده عروس خانم آقای رمضان سلیمانی و خانواده محترمشون و همه دستاندرکاران اقوام و خیشان و برگزار کنندگان این مجلس. در واقع این مجلس مجلس خدایی است، مجلسی است که فقط برای رضای خدا برگزار شده و میزبان این همه جوان برادرها و خواهرها هست. من واقعا جای خوشحالی است برای ما و برای همه بزرگواران و صمیمانه جا دارد قدردانی بکنم از علمای بزرگوار این روستا و این منطقه، جناب مولوی عبدالکریم سیستانی و جناب مولوی عبدالمجید شجاع و سایر علمایی که نقش سازنده و چشمگیر و محوری رو برای برگزاری این محفل ایفا کردند. از خدای متعال برای این علما و همه علمای ربانی طول عمر با عزت و برکت رو از ذات ذوالجلال خدا مسئلت می نمایم. جوانها یه جوری سر پا ایستادن که گویا منتظرن که الان ارکستر اینجا بزنه و اینا هم شروع کنن برقصیدن، ولی حالا میدونید که این حرفا نیست. انشالله دوستان بشینن به این طرف مجلس که رو باشن. جزاکم الله خیر. همه دوستان بشینن جزاکم الله، ما راحت تر باشیم و سعی بکنن دوستان، چون که بعضیا تازه دارن میان و ما هم عجله داریم. مجلس اصلی ما در بیاساباد، البته اصلی به این معنا که ما به اونجا قول داده بودیم، برنامه حسین آباد مقداری تکان خورد، زلزله ای شد، نمیدونم پس لرزه ای آمد، برنامه رو مقداری تغییر داد و دوستان جدا اونجا منتظرن و مرتب در مسیر را زنگ میزنن که آقا شما حسین آباد رو بگذارید برای یک فرصت دیگر. ولی من گفتم که دوست دارم جوانان حسین آبادی رو هم از نزدیک ببینم و پیشانی تک تک اینها رو ببوسم برای این که مراسم رو اسلامی گرفتن و در مراسم اسلامی شرکت کردن. خب حق دارید شما فکر کنید که مراسم عروسی هست و اینجا ساز و ارکستر باشه، چون که امروزه اینطوری است. هر جا مراسم عروسی باشه چند دست ساز و ارکستر، چند دست ساز لهو و لعب، آلات موسیقی، آلاتی که بین بنده و بین خدا شگاف ایجاد میکنه وجود داره و خرجهای هنگفت، جوانان لات و الوات، خواهران بد حجاب و بی حجاب، همه اینا هست. اسرافهای بیجا، شراب و تریاک و مورفین و کوکائین و کریستال و چرس و بنگ و الی آخر، همه اینها میان. دوستان تعریف میکردن جلسه ای در همین هفته گذشته در ترقبه و شاندیز مشهد 7 میلیون 8 میلیون تومان اونجا خرج میشه و کاش کوچکترین ثوابی و کوچکترین نفعی برای خرج کننده و برای صاحب این عروسی و مجلس میرسید. همه را باد هوا، چرس و گرد و هیروئین کرد و دود هوا کرد و در واقع آتش جهنم رو برای خودش خرید.
مبارک باد برای شما جوان عزیز ما آقای عبدالاحد، مبارک باد بر شما خانواده محترم سلیمانی. واقعا امشب خدا و رسول را از خودتون راضی کردید. بگذارید مردم هر چی میخوان بگن، مهم اینه که خدا چی میگه. بگذارید بندگان لات و الوات هر چی میخوان بگن، مطمئن باشید برای ما چیزی اهمیت داره که خدا و رسول میگه. به خدایی که رسول الله را به رسالت فرستاد و به خدایی که صاحب من و شماست و خالق ماست قسم یاد میکنم که پیام خدا امشب اینه، پیام تبریک خدای عزوجل اینه، سخن رب العالمین اینه که آقای عبدالاحد، خانواده سلیمانی، جوانانی که امشب اینجا آمدید، من الله به همه شما سلام میکنم و قدمه های همه شما را به آغوش باز میگیرم. این کلام من نیست، کلام حضرت رسول است، کلام بزرگ مرد تاریخ است که میفرماید هرگاه قومی برای رضای خدا در مساجد جمع بشن، در اماکن جمع بشن، در مجالس و محافلی که برای رضای خدا برگزار بشه، الله ذوالجلال همون فرشته هایی که در غزوه بدر برای امداد و یاری رسول خدا فرستاد، همون فرشته هایی که در غزوه خندق، در غزوه احزاب و در غزوات دیگر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد، رسول خدا میفرماید من همون فرشته ها رو برای عرض سلام و برای آغوش گرفتن همه جوانان اون مجلس میفرستم و سلام خدا را و سلام خودم رو الله میگوید به توسط اون فرشتگان و سفیرانم نثار روح شما میکنم. و در پایان مجلس میفرماید ای صحابه، ای رسول خدا از قول الله ذوالجلال، شما مطمئن باشید که الله ذوالجلال قسم یاد کردن که همه اهل اون مجلس را مورد مغفرت قرار میده. صحابه گفتن یا رسول الله، یا فرشتگان میگن یا الله، فلان فرد برای رضای تو نیامده بود، با آقا داماد کاری داشت آمده بود، خورده حسابی داشت با آقا پدر خانم، با فلان رفیقش خورده حسابی داشت آمده بود تو مجلس، دیده بود یک مولوی سخنرانی میکنه نشسته، گفت اولئک، چنین گروهی لا یخبا جلیسهم، چنین افرادی و چنین مجلسی اگر همنشین اونها برای گناه هم آمده باشد الله ذوالجلال پیشانی او را میبوسد. چقدر ما بی انصافیم، چقدر ما بی انصافیم که طعنه بزنیم به چنین جوانانی که مراسمتون رو چرا اینطوری برگزار کردید. رفتیم مجلس آقای عبدالاحد، حال نداد، سخنرانی بود، آیه قرآن بود، اون جوانی که با قرآن حال نکنه، اون قرآنی که با کلام خدا حال نکنه، با چی میخواد حال بکنه؟ قال را بگذار و مرد حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو. تو راه می آمدیم، راننده ما آقای دکتر کلمه بسیار زیبایی فرمودن، من جا داره این رو منعکس بکنم. البته من بارها به کرات این مسائل رو گفتم. عروسی های اسلامی میگن چند تا امتیاز داره. اولین امتیاز خوبیش اینه که هر پسر و نوجوانی که از خانه میاد بیرون، پدر و مادرش نگران نیستن که این پسرم رفت چاقو خورد، این پسرم رفت شراب خورد، این پسرم رفت تریاک کشید، حشیش و بنگ و الواطی های مختلف دامنگیر شد، دختر من رفت لباس تنگ و فشرده پوشید و وسط مجلس رقصید. این نگرانی ها نیست. پدر و مادر میگه برو به امان خدا. کجا میری؟ مجلس عروسی، عروسی اسلامی. خیلی جالبه، عروسی اسلامی. مگر ما عروسی غیر اسلامی هم داریم؟ آیا ممکنه یه فرد مسلمان عروسی غیر اسلامی برگزار کنه؟ جوانان خوب گوش بدی این واژه رو. فلان جوان آقای عبدالاحد عروسی اسلامی برگزار کرده. مگر میشه جوان مسلمان عروسی غیر اسلامی برگزار کنه؟ کسی که مسلمان باشه غیر اسلامی نداره. کسی که اسمش محمده تیشه بر نمیداره به ریشه رسول الله صلی الله علیه وسلم بزنه. کسی که دخترش اسمش فاطمه هست، عایشه هست، سمیه هست،
میدونه که سمیه برای این دین تکه تکه شد، جانشو داد. من چطور بیام سر عروسیم تیشه بردارم و به ریشه دینی که سمیه آبش داد بزنم و از بیخوبان درش بیارم؟ عروسی غیر اسلامی دیگه معنایی نداره. مسلمان باید عروسیش اسلامی باشه، مسلمان باید عبد خدا باشه. این اولین امتیازه که هر کس از خانه بیاد بیرون دیگه نگران نیست، میدونه سالم و صحیح رفته نشسته تو مجلس. و دومین خوبیش اینه که به بهانه چنین عروسی شاید جرقه‌ای در قلوب بعضی از جوانها ایجاد بشه، هدایت بشن. من به جرأت میتونم قسم بخورم که ما در ماه گذشته، گفتم به مجنابدم آمده بودم، 6 استان کشور رو دور زدیم. یکی از استاناش کرمان بود. به خدا قسم برادران میگن آقا بعد از رفتن شما سیدی های مبتذل همه شکسته شد، مساجد چندین برابر جمعیت شده. این دروغ نیست، از پشت منبر دارم میگم، قطعا خودشونم میشنون. زنگ زدن علماشون کارگزاری دارن. پشت سر من جناب مولانا عبدالحمید اونجا رفته. خداوند متعال فضل کرده، ما راه رو باز کردیم، ما راه رو هموار کردیم تا علمای دین بیاد اونجا، باعث بشه که تعدادی از جوانها خدا رو بشناسن. و جالبتر از همه و مهمتر از همه و دقیقتر از همه اینه که تا لحظه ای که اینجا هستیم گناه و معصیت الله وجود نداره، همش عبادته. چطور شما به جوان شاداماد میگید مبارک باشه؟ تبریک عرض میکنم. جوانی که عروسیشو غیر اسلامی کرده، خدا رو ناراض کرده، تو بگی مبارک باشه؟ چه مبارکی؟ مبارک باشه یعنی خدا مجلس رو با برکت بکنه. مجلسی که دین زدایی است، مجلسی که اسید برداشته به چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم میپاشونه، مجلسی که هر ساز و سرناش یک خنجر زهراگینه. به خدا قسم به قلب عمر فاروق که شبها برای من و تو نمیخوابید، شبها کنار مدینه منوره میگشت که آیا ایرانیان مسلمان شدن یا نه، هنوز مجوسن. تو برمیداری بی انصاف خنجر به قلب عمر میزنی، خنجر به قلب محمدی میزنی که دندانشو فدای تو کرد، خنجر به قلب حمزهی میزنی که جگرشو پاره پاره کرد. تو چطور دلت میاد نمیتونی تو گوش بچت یه سیلی بزنی؟ چطور سیلی تو گوش محمد میزنی؟ دلت نمیاد به بچت بگی تو چرا بچم ازم ناراض میشه ولی خدا ازت ناراض بشه مهم نیست؟ رسول الله روز قیامت شکایت بکنه مهم نیست؟ جدی بگید مسائل شرعی رو، وگرنه منتظر سیدی خدا باشید، منتظر پسگردنی رب العزت و الجلال باشید. و چوب خدا صدا ندارد. جوون میری با موتورت، خدا تو را وقتی مراسم غیر اسلامی باشه، خدا تو را بدون کلمه میمیراند. عروسی اسلامی گرفته بوده که از غیر اسلامی، که از جوانها، البته اول اسلامی بود، جوانها آمده بود زیر بازوی گرفتن بابا پوفیوز نامرد، هزار بد و بیرا، تو یه عمر تو عمرت یه بار میخواد جشن بگیری و هم رفتی ملا آوردی مردم رو بگریونه؟ قرآن میاد میخونه مگه مجلس عزاست؟ برو حال کن، عشق کن بابا. عشق دنیا دو روزه به قول جوانها، عشق تو بکن، بزن و بکو. همش دو شب میخوای عروسی بکنی در عمرت شاد بشی، اون دو روزم بزنیم با غم؟ پس تو کی میخواد شاد باشی؟ تو که اول عمرت میخوای با غم شروع بکنی همیشه غمگینی. مخشو کار گرفتن، شب بعد بهم زنگ زد جناب مولوی به مجلس من نیا. گفتم چی شده عزیزم؟ چرا نیام؟ تو که خیلی مشتاق بودی زنگ میزدی. گفت همه دارن منو طعنه میزنن، عیب میکنن منو، نمیخوام. آقا زوره؟ نمیخوام اسلامی بگیرم، میگم نیا. گفتم من نمیام، من به زور سر مجلس کسی نمیرم، دلیلی نداره. به خدا قسم ها. 2 شب بعد به من زنگ زدن که فلانی، همون روستا، اسمشو نمیبرم آبروش میره،
بلند شو بیا برای تعزیت. گفتم بابا پریشب عروسی بود. گفت بله، عروس و داماد تو ماشین بودن، یه دست ارکس و ساز و سرنا جلوشون، جوونهای لات و الوا تک چخ زن تو کوچه ها کنارشون. که ناگهان یه تریلی میاد، عروس و داماد با خاله و عمش در جا میرن زیر تریلی پرس میشه. عروسیشون نیامدی، بگفت تو رو خدا به تعزیهشون بیا. گفتم من میام، همون زمانم میامدم. و چنین جوانی میخواد، کار ندارم شاید خدا ببخشه، ما نمیتونیم امضا بکنیم این جهنمیست، ولی میخواد چطور حاضر بشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید جوانی که نماز میخونه، جوانی که عشق الله رو داره، همین که میمیره و داخل قبر میگذارنش، فرشته ها میان سوال میکنن نکیر و منکر که آقا من ربک پروردگار تو کیه؟ میدونید چی جواب میده؟ رسول الله میگه فرد نمازخوان میگه برو ای فرشته کنار که وقت نماز عصر رسیده، میخوام نماز بخونم. میگه امروز وقت نماز خوندن نیست، تمام شد. الله ذوالجلال دست فرشته رو میگیره میگه بیا کنار، تو از این آقا چی داری سوال میکنی؟ این کسی که عشقش اینقدر به نماز بوده که تو قبر و عالم برزخ و معادم میخواد نماز بخونه، تو ازش میخواد چی سوال بکنی؟ یه این بر. و من میگم از این جوانی که فوت کرد اگر خدای متعال سوال بکنه در چه حالت مردی، چه جواب میده؟ و من و تو چه جواب میدی؟ با پاسور و ورق، فیلمهای مبتذل، با معصیت و گناه، با حال چند دقیقه‌ای نواره‌های مبتذل، ارکس. آخرتتون رو برباد نکنید. به خدا قسم عشق‌هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق خدایی است، محبت خدایی است، رنگ خدایی بگیریم. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. رنگ خدا رنگ خوبی است. امشب این مجلس رنگ خدایی گرفته. آقای عبدالحد نمیتونست این جمعیت رو جمع بکنه، اینطور راحت بنشینن. به خدا قسم از لحظه اول که مراسم سخنرانی شده فرشته ها دارن تون می‌نویسن ثواب اجر برای ایشون. شاید خودش نفهمه، شاید خودش متوجه نباشه. و جوانی که نقطه صفر زندگی خودش رو، شالوده و اساس زندگی خودش رو با کلام خدا، با مجلس خدایی آغاز بکنه، باور بکنید چه زنده باشه و چه خدایی نکرده دور از عزیز ما. مرگ برای همه حقه. اگر پل ارتباطی هم بیاد با افتخار و سرخرو به محضر خدا و رسول حاضر میشه، ترسی نداره که نشانه مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. ای دل مبتلای من، این دل مبتلای من، عاشق و مبتلای تو. عاشق و مبتلای خداست. این دل بیقرار من، عاشق و مبتلای تو. دیده باطن مرا سرمز خاک پای تو. در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. گر بی تو یا الله به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت در دلم تنگ آید. بهشتی که خدا نباشه جهنمه، مجلسی که خدا نباشد به مراتب از دوزخ بدتره. مجلسی که در اونجا انسان بیاد رنگ خدایی نگیره، اون مجلس از دوزخ همین الان جهنمه. و به خدا قسم جوانها خودشون میگن، خودشون اذعان میکنن تو مراسم عروسی غیر اسلامی ارضا میشن، به خدا نه. عشق میکنن نه. شاید چند دقیقه خودشان را بیان ذهنشون رو با اون ساز و ارکس و گرگ و ارگ خودشون رو ارضا بکنن و چند دقیقه مشغول بکنن، ولی وقتی میرن خونه افسرده، ناراحت، خسته. اینو بزن، اونو بکش، اونو ببند، جامو بیانداز. ولی امشب که میرید حداقل ناراحت نیستید، اعصابتون خرد نیست.
چرا که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الله و یاد الله آرامش میده. آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم، این آیه آخرین آیات سوره فرقان جزء 19. خدای متعال در این آیه عباد الرحمن رو معرفی میکنه، بندگان خاص خدا. عباد الرحمن، بندگان خاص خدا چه ویژگی‌هایی دارن؟ جوونا اینا رو گوش میده شما رو به خدا. خدای عزوجل چند تا ویژگی و صفت برای بندگان خصوصی خودش تو این آیه بیان میکنه. ببینیم ما داریم که داریم خوبه، چون خدا آخرش میگه مستقیم دست اینا رو میگیرم میبرم تو بهشت، و انسان مسلمان همین دنیا براش بهشته، یعنی از این نظر که دغدغه نداره. و اگر نداریم و نیست بلا فاصله، همینطوری که امروز رگی از رگها قطع بشه، موی رگی در بدن ماهیچه کلیه‌ای از کار بیفته، مستقیما سراغ دکتر و پزشک میگیری. اگر خدای نکرده بیماری روحی و روانی داشته باشیم و به پزشک معالجه نکنیم، این کم کم تبدیل به سرطان میشه. و به والله قسم بسیاری از جوان‌ها زنگ زدن آقا مریضیم. مگر مریض جسمی است؟ خدای متعال منافقین چی میگه؟ میفرماید فی قلوبهم مرض. منافقین مریضن. یعنی چی؟ باید بره پیش دکتر؟ نه، اینها مریضی معنوی دارن، مریضی که اونها رو نمیتونه به خدا برسن. و عباد الرحمن، بندگان خصوصی خدا کیان؟ چه صفاتی دارن؟ اول بنده کی هست؟ میدونید یک جمله بگم، علما نشستن، مقام عبدیت از مقام نبوت بالاتره، یک عبد از نبی بالاتره، مقام عبدیت از مقام رسالت بالاتره. میدونید قرآن عظیم الشان وقتی سوره اسرا رو نازل میکنه نمیگه سبحان الذی اسرا برسوله من المسجد الحرام، میگه اسرا بنبیه، میگه نه، افتخارانه میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک از اون خدایی که در نیمه شب دست بنده خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گرفت و به طرف آسمان ها برد. خیلی جالبه. اگر مقام رسالت بالاتر میبود میگه اسرا به رسوله. یا جایی که بعد از اینکه معراج برمیگرده میفرماید فاوحى الی عبده ما اوحى، خدای متعال به طرف بنده اش، برای بنده اش وحی رو نازل کرد، گفت به رسولش. ما تو نماز اتحیات چی میخونیم؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا چی؟ بلند، عبده و رسوله. اول اینجا کلمه چی رو میاره؟ عبد، بنده خدا، بعد رسول خدا. چون که رسول باید عبد بشه تا بتونه رسول بشه. جوان مسلمان باید عبد بشه تا بتونه محبوب خدا بشه. جوان مسلمان باید عبد بشه تا بشه رفیق رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت. آیا میخواید عبد بشید؟ دوست دارید عبد بشید؟ عبد کیه؟ عبد کیه؟ بنده خدا کیه؟ آیا هر کس گفت من بنده خدایم بنده خداست؟ هر کس گفت عبدالله بنده خداست؟ نه، با بلوف نمیشه، با دروغ نمیشه، آبروریزی است. مولانا رو یه قصه میاره، یک لطیفه ای، میگه آقای خیلی بلوف میزد، دروغ خیلی میگفت تو مراسم، هر جا میومد. این بنده خدا نون و خوردنش هم نداشت. خوب گوش بدید جوونا. بعد صبح به صبح میرفت یک دنبه از اینجا قرض کرده بود یا خریده بود، دنبه گوسفند، این سبیلای خودش چرم میکرد، لباشو تا اینجا تا این پایین رو خوب چرم میکرد. بعد میامد تو مجلس مینشست، میگفت عجب غذایی خوردم. میگفت چه خوردی؟ میگفت 4 نوع گوشت خوردم. 4 نوع گوشت؟ گوشت ماهی، گوسفند، مرغ و شتر. بابا بی انصاف، شتر که اینجا نیست تو منطقه ما، تمام خافه بگرد یک شتر شاید نبینی برای دوایی. گفت نه، برام ترانزیت میکنه از بلوچستان میارم. بابا ماهی که اینجا نیست، بابا برام نمیدونم ارسال میکنه از بندر عباس. دروغ میزدم اینجوری. بعد همیشه میامد از این طرف شکمش قرقر میگه، میگه ای پدر لعنت برش، آبروی ما رو بردی، چرا دروغ میگی؟ بعد اون میگفت که چرا شکمت قرقر میگه، میگه بس که سیر شده دیگه نمیتونه تحمل بکنه. بعد برم سراغ تولد. بالاخره هر روز میاد این بنده خدا که حالا اونا یک گوشت میخوردن، میگفتن خوش به حال فلانی، این که روز 4 هر روز صبح میگفت هر روز 4 گوشت میخورد، میگفت هر روز. از اون طرف
شکمش رو لعنت میکرد. یه روزی بچه خودشو گذاشته بود کنار دنبه که مواظب باشه 6 تن حواس جمع باشه که مبادا گربه و سگ بیاد و کلک ما رو بکنه. باشه بابا جان. روزا همینطور بود. این پسره داشت نگهبونی میداد. بچه از بالاخره گاهی بازی میکنه، گاهی لپ میخوره، گاهی نمیدونم تلویزیون هم پورنگ تماشا میکنه. همینطور حواسش پرت شد. گربه هم که همیشه مترصد و در کمینه که یک فردی غافل بشه بیاد برداره. آمد دنبه رو برداشت و برد. پسر دست و پاچه شد. گفت وا ویلا که پدرم کشت منو، بیچاره شدم، زندگیم سیاه شد. پدرم برای نماز که منو نمیزنه، برای روزم که بگیرم و نگیرم براش فرق نداره، ولی وای به حالم که دنبه از دستم بره. بودو آمد سراغ بابا ناراحت. بابام تو مجلس نشسته میگه من 4 تا گوش خوردم. گفت بابا گفت چیه؟ گفت اون دنبه ای که هر روز سبیلاتو چرب میکردی گربه برد. گفت کدوم دنبه؟ بابا دنبه ای نبوده. گفت بابا همین دنبه ای که صبح چرنی میکرده سبیلاتو میامد تو مجلس. بابا من که بچه‌ام دیگه، بچه که خبر داره. حرف راستم از کی بپرس؟ از بچه بپرس. مردم روزا متوجه که آقا چه دروغ داره میگه. حالا هر کس بگه من عبد خدا میشه با لاف و بلوف خالی بندی؟ باید مقام عبدیت رو درک کنی، باید عبد واقعی الله بشی. حضرت ربعی ابن عامر، اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد برای چی؟ تا اینکه همه بندگان رو عبد خدا بکنه. یکی از پیامهای مهم رهبر بشریت این بود که بندگان رو، امت رو عبد خدا بکنه. آیا شما عبدید؟ حضرت ربعی ابن عامر زمانی که آمد به ایران، شوخی نبود، پادشاه ایران گفت آقا یه نفر رو بفرستید من باهاش مذاکره بکنم. ربعی ابن عامر آمد اونجا. اینا آمده بودن دربار رو با طلا و با زر و بالیه‌های آنچنانی خوب فرش کرده بودن که قدرت پوشالی خودشان را به رخ مسلمونا بکشه. خبر نداشت که مسلمونا اینها براشون همه شوردنگ بود، به اصطلاح الکی بود. ربیع ابن عامر با لباسهای مندرس و کهنه آمد، داشت همینطور شمشیر خودشون میکشید، فرشا رو یکی یکی پاره میکرد میرفت جلو. یکم گفت های مرتی که چه خبره؟ چه کار داری میکنی؟ چرا قالی‌ها رو پاره میکنی؟ گفت اینا خیلی بی ارزشن، اینها بی ارزشن، من نمیخوام سم اصلم روی اینها قرار بگیره، بذار رو خاک قرار بگیره. گفت بابا تو دیوانه‌ای، برگرد. گفت من به امر خودم نیامدم، شما منو خواستید، اگر نمیخواد من از همینجا بر میگردم. سبحان الله. به قول شاعر کانوا فی جمیع البلاد امیرو ولکن نحن فی بلادنا عبیدو. اونها در همه شهرها و سرزمینها امیر بودن، سرور بودن، سالار بودن، ولی ما امروز در کشورهای اسلامی غلام و برده ایم. برده ای چی؟ شکم، بط بزرگ، معده. شب روز بگیم نوکرت هستم شکم، چاکرت هستم معده، سرباز تو هم کبد، بنده شکم شدی. آمد اونجا گفت نه پس بیا برو با رستم صحبت کن. آمد اونجا پیش رستم گفت چیه؟ از جون ما چی میخوای؟ جمله‌شو گوش بده، جمله طلایی، جمله تاریخی. الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادت العبادت الى عبادت رب العباد و من ضیق الدنیا الى سعتها. های مردک رستم، اینها را آوردی برده خودت کردی، بنده خودت کردی. به قول اقبال آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، جوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. او ز اخلاق غلامی ز سگان خوارتر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. سگ برای رسد پیش سگ سرشو خم نمی کنه، چطور انسان بیاد پیش یک انسان سرشو فرو ببره؟ من آمدم تا بندگان را از بندگی و بردگی و اسارت نجات بدم و اونها را به بندگی رب العزت و الجلال فراخوانم. حالا ما بنده همه چیز هستیم غیر از بنده خدا. قبول کنید واقعیت برادر عزیز. اگر امروز نماز ظهر فرا برسه باش خانم بگه آقا برنج و سیب زمینی نیست، آیا به ندای خدا لبیک میگیم یا به ندای آش خانم؟ نمیتونی بگی کیلو 700 تومن، پشت سرش لنگ کفش خورده تو سرت. نمیتونی بگی آقا پول ندارم، میگه برو قرض کن به درک. نداری که نداری، من چیکار بکنم؟ اگر امروز پسر یه چیزی ازت بخواد بلا فاصله براش تهیه میکنی، هر چی بخواد، ولی آیا زمینه عبادت رو هم براش
مهیا کردیم؟ حواستون این طرف باشه، دزدگیر ماشین بمبی نیست که منفجر بشه، حواستون پرته. یک صلوات محمدی نعت بفرمایید. یک شانس آوردید جوانای حسین آباد و اون این که من بیاساباد جلسه دارم، وگرنه حالتون امشب میگرفت، تا صبح براتون نقل میکردم و میگفتم، ولی خب شانس آوردید بالاخره. ولی امیدوارم که این جلسه اولین جلسه بود، آخرین جلسه نباشه. جوانها انشالله منسجم. جالبه ها، به جوانان و عبدیت یاد نمیدیم. من وقتم گذشت، یک جوونی در زمان حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فکر میکنم، یه پدری بانگ رحیل رو نواخت بره به سرزمین حرم مکه مکرمه و مدینه منوره. پسر گفت بابا کجا داری میری؟ بارو بنه برداشت، یه جایی میخوای بری؟ گفت میخوام برم به خانه خدا. گفت بابا مگه خدا خانه داره؟ خونه خدا کجاست که به من سراغ ندادی؟ گفت خانه خدا به کعبه هست. گفت تو رو خدا منو هم ببر. گفت نمیشه. گفت من چند سال خدا رو عبادت کردم، میخوام خانه خدا رو ببینم، منو با خودت بردار و ببر. گفت نمیشه. گفت به پات میفتم. مثل پسرای ما موتور نمیخواست، شلوار لی تنگی که 7 نفر پاش کنن 15 نفر درش بیارن نخواست. متوجه میشین؟ ریلکس بازی نخواست، سوسول بازی رو هم تقاضا نکرد. گفت فقط خانه خدا رو بخوام ببینم. گفت بابا پاشو بریم. گریه کرد تا اینکه راه افتاد. حرکت کردن رفتن دور خانه خدا که میچرخید. گفت بابا کو خانه خدا؟ گفت همینه که دورش داری پروانوار میچرخی. گفت پس کو خود خدا؟ گفت خدا قابل رؤیت نیست. گفت چطور ممکنه میزبان انسان رو به خانه خودش دعوت بکنه و خودشو به انسان نشون نده؟ بابا من خدا رو میخوام. گفت نمیشه. گفت به خدا تا خدا رو نبینم بر نمیگردم. گفت نمیتونم. گفت پس بابا برو. سر رو به سجده گذاشت. گفت خدایا تو ارحم الراحمینی، تو غفور و رحیمی، تو یه بچه 7 ساله رو دعوت میکنی بیاد به خانه من، اما خودتو نشون نمیدی. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. رفتم سوی میکده عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخش راک و ساجد. حاجی به ره کعبه و من راهی خانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. خدا من خودتو میخوام. سر رو به سجده گذاشت، گریه کرد که الله ذوالجلال ارحم الراحمینه. خودش میگه من از مادر مهربان ترم. که ناگهان همونطوری که موسی گفت خدایا خودت نشون بده، نگفت رب ارنی انظر الیک. موسی نگفت کوی تور، گفت خدایا خودت نشونم بده من میخوام ببینمت. گفت لن ترانی، نمیتونی منو ببینی. گفت میخوام. گفت اول کوه نگاه کن، اگر تونستی ببینی منو هم میبینی. کوه که تجلی خدا شد، کوه آب شد، روان شد. و خر موسی صعقا، موسی بیهوش شد، بر روی زمین افتاد چون که نمیدونست تحمل بکنه. موسی پیغمبر بود، بیهوش شد. اما این جوان یک تجلی از تجلیات الله ذوالجلال متوجه این بنده شد. این جوان تجلی خدا رو کم نگیری، خیلی مهمه. زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله میخواستن به معراج برن، میدونید که همراهشون بود؟ کی میتونه بگه؟ همراه پیامبر تو این سفر تاریخی حضرت جبرائیل
رفت از مسجد الحرام الى المسجد الاقصی و سبب سیر آسمان ها. آسمان اول کیه؟ محمد و جبرئیل. آسمان دوم کیه؟ محمد و جبرئیل. رفت به سدرة المنتهی، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رفت بالا، نگاه کرد جبرئیل نیست. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، بیا بالا جبرئیل. چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ چرا منو ول کردی؟ چرا رفیق نیمرا شدی؟ میدونی چه گفت؟ بگفتا فراتر مجالم نمان، بماندم که نیروی بالم نمان، بماندم که نیروی بالم نمان. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. اگر یک سر مو بیام بالا، تجلای خدا من جبرئیل رو خاک میکنه. اما این بچه 7 ساله میگه خدا من تو کعبه آمدم تو رو میخوام. خدای عزوجل یه تجلی کوچک متوجه قلب این غلام و این بچه کرد، دیگه برای همیشه سر رو از سجده بر نداشت. باباش آمد که بابا پاشو، تو خدا رو خواستی پاشو، چرا بلند نمیشی؟ گریه کرد. امام ابو حنیفه آمد گفت داداش برادر این خدا رو خواست، خدا همون رو به آغوش گرفت و پیش خودش بود. تو ولش کن، اون به ملاقات الله رفت. پدر گفت پروردگارا تو بچه رو بردی، پدر رو چرا گذاشتی؟ پدرم تو رو میخواد، پدرم لقای تو رو میخواد، سر تو به سجده بگذار. ملاقات خدا و رسول رفت. جوون اون 7 ساله خدا رو میخواست، تو خانه خدا، تو مسجد همه جا خانه خداست. اما حاجی ما امروز میره تو خانه خدا چی میخواد؟ پارچه تیوبو میخواد، چادری برای زنش میخواد، دوربین فیلم برداری و عکاسی میخواد، پارچه شیشه کریستال پستو میخواد، تلویزیون 21 اینچی میخواد. تو خانه خدا رفتم سال 84 بود برای عمره، داشتم از مسجد النبی زیارت رسول صلی الله علیه و سلم می آمدم به هتل. یه خانومی دیدم گریه میکرد. جناب مولوی بیا اینجا. گفتم چیه؟ گفت یه دقیقه باید کار دارم. پسر کوچکش باهاش بود. پسر گفت برو اون طرف وایسا تو نشنو. گفت شاید سوال شرعی داره. گفتم چی خواهر؟ گفت شوهرامون اینجا ما رو نمیذاره. گفتم برای چی؟ شوهرها که بیچارا کار ندارن که. شما زن خوب باشید شوهر به شما چی کار داره؟ گفت نه خیلی بدخلقه فلانه پس مدانه. اینجا با من دعوا میکنه. گفتم سر چی دعوا میکنه؟ گفت ها برای برادرها و برادرزادهای خودش پارچه متر 6000 تومانی میگیره، برای قوم خویشای من پارچه متر 700 تومن. دعوامون افتاده سر ما، به سر کله هم دیگر زدیم. عجب کاری کردید ماشاءالله، روح رسول الله رو راضی کردید. خواهر تو دنبال چی آمدی؟ بیچاره اگر پارچه میخواستی توی مشهد ما خیلی زیاد بود، من بهت آدرس میدادم. اصلا نیازی به آدرس نیست. خواهرها ماشاءالله همه جا رو خوب بلدن. تمام پاساژهای مشهد رو یکی به یکی، حتی اسم دکانداراشون هم میشناسن. بعضی موقع من تو بعضی روستاها میرم، خواهرام میگن که بریم حسین آقا آمده، علی آقا آمده، حمید راحت علی آمده، حسین آمده. گفتم کدوم حسین برادرته؟ میگه نه حسین عطار، اینی که میفروشه قسطیه. اینقدر باهاش راحته که اصلا اسمش راحت میگه، فقط میگه که 100 سال برادر خواهر خوندن. ای برادر ای خواهر اون نامحرمه. بریم حسین جون آمده، حسین آقا، حسین عطار آمده برای کریستال قسطی. و اون خواهر ما تو مسجد النبی دنبال چی میگرده؟ و این پسر 7 ساله. برادرها جوونا شما را به خدا امشب بیایید از خدا را بخواید، از این مجلس خدا را بخواید، عبد باقی الله بشید، بنده باقی خدا بشید، عباد الرحمن بشید، بندگان خصوصی خدا بشید. این مقام عبدیته.
اولین صفت عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بر روی زمین تواضع دارن، با فروتنی میرن، تکبر نیست در ذاتشون، متواضعن، فروتنن که افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. من چون که عجله دارم و دوستانم در بیاساباد منتظرن به همینجا بسنده میکنم، ولی دنباله بحث عباد الرحمن کیان، بندگان خصوصی خدا چی ویژگی هایی دارن، انشاءالله چند تاشون تو بیاساباد میگم، چند تاشون فردا تو لاج خاف میگم و دنبالش هم در عروسی های بعدی انشاءالله. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما آمدیم تا امشب 2 تا برادر خواهر عزیز و محترم رو به هم برسونیم و سپس همه عزیزان رو به خدا برسونیم. حالا جوانایی که دوست دارن امشب حال کردن واقعا و قول میدن در آینده عروسیاشون اسلامی بگیره، راست دروغ نگید، تظاهرم نکنید که شما دروغ نمیگید، چون شما ماشاءالله اینقدر آمدید که من مطمئنم اگر تا صبح اینجا صحبت بشه شما نشسته اید. ولی اونهایی که میخوان در آینده عروسیاشون اسلامی بگیرن یا کسانی پسری دارن بالاخره عزیز دارن میخوان عروسیشون اسلامی بگیرن، دستاشون رو ببرن بالا ببین چند نفره. ماشاءالله خدا بالا داره مینویسه، بعضیا دستاشون اینجوریه. جوانای 7 ساله 8 ساله دستا رو ببرن بالا ماشاءالله. ولی کی عروسیش اسلام میگیره؟ بالا ماشاءالله. پیرمردا دستاشون بالاتره. بفرمایید بشینید بفرمایید. پیرمردا وقتی هوای زن دوم نکنید برای بچه‌هاتون بنویسید. باز نرید پیش خانم‌ها بگید این مولوی خیلی حرف زد ما رو به حال آورد هوای زن دوم به سر ما زد، که نه، بالاخره عشق پیری گربه جنب سر به رسوایی زند. ولی بسیار خوشحالم، واقعا خرسندم از این که امشب اینجا در محضر این همه برادر و خواهر قرار گرفتم. ولی که خواهرای محترمم تشریف آورده، یه جمله یه 2 کلمه برای اینها بگم بعد از حضورشان مرخص بشم. خواهران محترمه، آمدید تشریف آوردید، این مجلس مجلس خدایی است، مجلس رقص نیست. من از جوون برادر عزیزم آقای عبدالحق ایشونو قسم میدم در همینجا که امشب این مراسم اسلامی گرفته جهاد کرده واقعا، که من همینجا از بارگاه الله ذوالجلال با عاجزی تمام که گناهکارم دعا میکنم که خدای عزوجل همینطور که این برادر عروسیشو در پرتو عنایات خدا اسلامی گرفت، الله ذوالجلال سایه قرآن رو همواره در زندگی اینا همراه بفرماید. آمیناتون خیلی ضعیفه. الله ذوالجلال روح رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذات خود ذوالجلال رو از اینها راضی بگرداند و الله ذوالجلال فرزندان نیک و شایسته رو نصیب اینها بفرماید و الله ذوالجلال این جمعی که اینجا هستند با این برادر و خواهر، خدای عزوجل این جمع رو روز قیامت کنار حضرت رسول در جنت محشور بفرماید. لذا من خواهشم از این برادر اینه که عروسیش اسلامی گرفته، خدا نکنه ما که پشت کردیم رفتن ما همان و آمدن ساز و ارکس هم همان. خدا نکنه اینطور باشه. خدا نکنه که از این به بعد این جوانایی که عروسیشون اسلامی میگیرن در واقع اینو تعهد با خدا میدن. جوانها متوجه باشن، خواهران متوجه باشن، حجاب اسلامی، دینداری واقعی، حلال خوری باید تو زندگی ما بیاد. من فقط یک قصه کوچک بگم از امیرالمؤمنین عمر فاروق. شما تو زندگیتون شخصیتی به نام عمر ابن عبدالعزیز رو میشناسین، بهش میگن عمر دوم. حضرت عمر روزی پس کوچه های مکه و مدینه منوره داشت میگشت، گشت 110 بود، شوخی نبودا، گشت 110 شیفتی هم نبود که یک شیفت خسته بشه. به خدا قسم میگه به تن در خدمت خلقم، به جان در خدمت جانان، همین یک نکته آموختم ز فاروق سپهسالار. شوخی نیست. واقعا تکبیر به جایی بود. عمر رو شناختن کار هر کس نیست. شب به 3 قسمت کرده بود، یک قسمت برای گشت زنی، میرفت مشکلات مردم رو خودش رسیدگی میکرد، گاردی نداشت، سپاهی نداشت، هیچی نداشت، خودش میرفت در خونه به خونه مشکلات مردم رسیدگی میکرد. بعد برادر شیرینی رو بعداً تقسیم میکنه دوستان. الان ماشاءالله دارن شیرینی نام عمر رو دارن میچشن. ها ان شاء الله صحبت که تمام شد بعد حواس ما رو پرت نکنید. بعد داشت میچرخید که ناگهان صدای مادر دخترها، برای مادرها میگه، مادر دختری گوش حضرت عمر و ذهن ایشون رو متوجه خودشون کرد. حضرت عمر رفت جلو، دیدم که مادر میگه مامان به دخترش، مادر دخترم فاطمه فلان بیا
تو این شیرا مقداری آب بریز که اینها رو فردا میخوایم بریم بازار. گفت مادرم آیا نشنیدی که حضرت عمر ریختن آب داخل شیر رو حرام کرده؟ این حرامه، جایز نیست. گفت مادرم الان این نیمه شب عمر کجا و شنیدن او کجا؟ تو چرا از عمر میترسی؟ عمر الان راحت رفته خوابیده، 7 تا خواب زده، تو میگه عمر؟ گفت مادر اگر عمر امشب خوابه و ما رو نمیبینه، اما خدای عمر که نمیخوابد و من و تو رو میبینه. از خدای عمر چطور میخواد چشم پوشی کنی؟ 7 تا لحف بنداز روز، همه برقای روستا رو خاموش کن، برو تو قلب تاریکی ماهواره رو نگاه بکن، CD مبتذل رو تماشا کن، چشم چرانی کن، تو جنگل برو، زیر زمین برو. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. مادر خدا میگه من از شاهرگ گردن به تو نزدیکترم. خدایی که اینقدر به نزدیک مامان، تو از یک بچه 5 ساله اگر اینجا باشه شرمت بیاد گناه کنی، درسته؟ بچه 5 ساله تو خونت باشه تلویزیون و فیلم مبتذل نمیذاری، شرم میکنی. اگر ماهواره داشته باشی تماشا نمی کنی. خواهرم بدحجابی و بیحجابی نمی کنی. ولی از خدای متعال حیا قیوما سمیعا بصیرا حکیما عالما، خدایی که اینقدر نزدیکه، چرا از اون خدا شرم و حیا نمی کنی؟ چرا از اون خدا نمی ترسی؟ مادر از خدا بترس، از محشر بترس که روز قیامت باید جلوی الله و رسولش جواب بدی. حضرت عمر خونه رو نشونی کرد، فردا صبح آمد برای خواستگاری اون دختر برای پسر خودش. دختر گفت من کجا و دختر امیرالمؤمنین کجا؟ من مادر پیرزنی دارم بیوه، من دورم. گفت نه، الله ذوالجلال اینها را با همدیگر پیوندشون مستحکم. از نسل پسر حضرت عمر و اون دختر کی در آمد؟ کی به دنیا آمد؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، عمر دوم. تا دنیاست نامش در دنیا میدرخشه. اگر میخوای فرزندان مسلمان داشته باشی، اگر میخوای خدا رو راضی بکنی، دیگه مجلس غیر اسلامی نگیرید انشالله. کی قول میده ریشه ساز و ارکستر از اینجا بخشکه انشالله؟ کی قول میده انشالله؟ معتمدین رسیده هستم همه تون انشالله ماشاءالله. دیگه نشنوم تو حسین آباد ارکستر آمده. بعد من همه جا میرم. این 62مین عروسی اسلامی است که من رفتم، مال شما تنها نیست. بعد هر چی اینجا بشه باز CD بعدی بین مردم پخش میشه. بالاخره میگم حسین آبادی ها قول دادن و زدن زیرش. که قول میده از این به بعد نماز فرض رو قضا نکنه انشالله. آب ریخت، آبم روشنایی هست. معلومه که انشالله شما عبد واقعی الله هستید. الله ذوالجلال بر معنویت این مجلس شما بیفزاید و الله ذوالجلال علمای ربانی رو براتون حفظ بفرماید. من خیلی متشکر و سپاسگزارم که تشریف آوردید و چون وقت نیست و بسیار دیر شده، پیشانی تک تک شما رو واقعا حاضرم ببوسم، بلکه دست شما رو خدا شاهد میبوسم، همه جوونا رو، چون که اینقدر محبت دارم که دوست ندارم صحبت قطع بکنم، ولی که هنوز که تموم نشده دوست حرکت میکنید. من میگم شما به نیابت از همه شما فقط پیشانی آقا داماد رو میبوسم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مجلس ادامه داره دوستان، علمایتون حتما هست و کسانی هم که میتونن انشالله با ما به بیاسواد بیان، ما در خدمتشون هستیم. من از طرف همه شما انشالله پیشانی این عزیزمو میبوسم و برای همه شما طول عمر با عزت الله ذوالجلال مبارک بکنه، خدای متعال قبول بکنه. واقعا که من بسیار خوشحالم و به ایشون تبریک میگم که خدای متعال این زندگی رو برای اینها مشرف بفرمایید ان شاء الله. به یک مسئله دیگر متذکر بشم و اون این که این دوستانی که تشریف آوردن همراه ما و خود ما از هیچ کس هیچ گونه مبلغی رو از هیچ کس نمیپذیریم و نه هم توقع داریم. آمدن ما فقط برای رضای خداست و برای محبت به شما و این جوانان. من بسیار تبریک میگم و از خدای متعال بازم میخواهم که الله ذوالجلال این جوانان و همه جوانانی که قول دارن نماز فرض و قضا نکنن، خدا یار و یاور باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.